خب دوستان، لینک پروفایل لینکدین خیلی مهمه. خب یعنی یکی از مهمترین بخشایی که هم توی در واقع سرچ شدن شما توی لینکدین کمک میکنه و همین که این لینکی که شما میخواید بفرستید برای حالا شرکت ها یا توی رزومتون بذارید یا جای توی وبسایتتون بذارید، این لینک خیلی مهمه. خب و هرچی بهینه‌تر و استانداردتر باشه برای شما و برای پروفایل شما و برای بهتر دیده شدن پروفایل شما کمک میکنه. خب حالا لینک پروفایل چیه؟ لینک پروفایل اگه اینجا مثلا بریم توی بخش می و اینجا ویو پروفایل رو بزنیم، این لینکی که این بالا هست و ما رو هدایت میکنه به این صفحه میشه لینک پروفایل شما. خب یعنی شما اگه بخواید لینکتون رو بردارید کپی بکنید برای کسی بفرستید، میتونید برید از بخش می ویو پروفایل رو بزنید و این لینک رو کپی کنید و برای فردی بفرستید. خب حالا این لینک رو چطوری میتونیم اصلاح بکنیم؟ به صورت پیش‌فرض این لینک اینطوریه: linkedin.com-in- اسم شما مثلا محسن، بعد چند تا هم عدد عجیب غریب اینطوریه. خب که اصلا هم استاندارد نیست. حالا برای اینکه استانداردش بکنیم باید چیکار بکنیم؟ باید شما وارد، یعنی از بخش می شما وارد ویو پروفایل میشید، حالا همونجایی که الان هستیم، و از این بخش سمت راست اگه توجه بکنید نوشته public profile and URL. خب این مداد رو میزنیم، یه صفحه دیگه برامون باز میشه. تو این صفحه جدید از سمت راست مجدد اینجا ما یه مداد داریم که نوشته edit your custom URL، یعنی اون URLی که این بالا بود رو کاستومایز بکنید، شخصی سازی بکنید. برای این کار دوباره روی این مداد میزنیم و اینجا این برامون باز میشه. اینجا شما میتونید هر چیزی که میخواید رو برای خودتون وارد بکنید. همونطور که گفتم معمولا به صورت پیش‌فرض اسمتون و چند تا عدده که اینو کلا پاک میکنید. بهترین حالت اینه که اسم و نام خانوادگیتون باشه. حالا میتونید بین نام و نام خانوادگی مثلا یا دات بذارید یا داش بذارید که فاصله بیفته و شخصی سازیش بکنید، بهترش بکنید، حالا بسته به سلیقه خودتون. اگه هم دیدید که مثلا این در واقع این چیزی که شما وارد کردید قبلا گرفته شده، میتونید مثلا با یه عدد 1 یا 2 یا 3 یا هر چیزی اینو برای خودتون شخصی سازیش بکنید. مثلا میتونید بنویسید محسن شعبانی. اگه یه نفر دیگه داشت من میتونم بذارم 2 یا عددی که میخواید وارد کنید آخرش باشه. اوکی؟ و بعد گزینه سیو رو میزنید و سیو میشه برای شما. به همین راحتی میتونید لینک پروفایلتون رو تغییر بدید و اینو کپی بکنید و برای هر کسی که میخواید بفرستیدش.